سلام بر ارتش سرخ. توی این ویدیو قراره به خاطر بازی فردا پرسپولیس و ذوب‌آهن نگاهی کنیم به 10 تا از گل‌های چند فصل اخیر پرسپولیس به ذوب‌آهن. پس بدون معطلی لز باو. یک مساوی میشه. یک گل عالی از بازیکنان پرسپولیس و مهدی عبدی. ما بازی مساوی شد روی دروازه. گل برای پرسپولیس. یک گل محشر از وحید امیری بلافاصله به توپ ضربه زد. یه پاس عالی گل میشه توی دروازه. گل سوم مومنتا برای پرسپولیس به ثمر میرسه. یه طرف توی دروازه امید عالیشاه. عالی میتونه دوم یک ضربه به خود چهارم. فرشاد احمدزاده با چیزان تعویضی کامل میزنه. پاس عالی، پاس کاسم حالا توی دروازه ذوب‌آهن باز شد. گل قشنگی رو پرسپولیس برای قرمز پوشان. گل برای قرمز پوشان. هتریک. به نظر شما کدوم یکی از این گل ها از همه قشنگتر بود؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید تا عضو از ارتش سرخ بشید. تا ویدیوی بعد، فعلا.